خب امیدوارم که انرژیاتون همه بالا باشه. توی این جلسه بچه‌ها می‌خوایم در مورد یکی از پلتفرم‌های بسیار کاربردی و رایگانی صحبت کنیم که با استفاده از اون می‌خوایم برای روزها و هفته‌هامون برنامه بریزیم و به اهدافمون دست پیدا کنیم. خب پلتفرمی که من بعد از مدت‌ها تحقیق و حالا آزمون و خطا کردن اپلیکیشن‌های مختلف من بهش رسیدم و به نظرم یکی از کاربردی ترین هاست گوگل کلندره. گوگل کلندر خوبی که داره اینه که در وهله اول رایگانه و برای ما ایرانی‌ها فیلتر نیست. یعنی بعضا ممکنه که اپلیکیشن هایی باشن که خیلی خوب باشن، حالا یا ما اونا رو فیلتر کردیم یا اونا ما رو فیلتر کردن. مثل نوشن که خیلی اپلیکیشن کاربردی و خوبیه، اما مشکلی داره اینه که اونها ما رو فیلتر کردن و به کاربرای ایرانی اجازه فعالیت نمیدن و باید حتما از VPN استفاده کنید و ممکنه مثلا در آینده یک تغییری بدن و تمام اطلاعات شما بپره. یا مثلا اپلیکیشن هایی که خیلی پیچیدن یا از اون طرف خیلی سادن. اما جمع‌بندی همه اینا میرسه به یه دونه اپلیکیشن و حالا سایت که شما با استفاده ازش روی همه پلتفرماتون میتونید برنامه‌تون رو داشته باشید. یعنی روی لپتاپتون، روی گوشیتون، تبلتتون و هر جای جهان که برید شما کافیه که وارد اکانت گوگلتون بشید و بهش دسترسی دارید. پس یکی از بهترین و در واقع بهترین اپلیکیشن و پلتفرمی که در حال حاضر ما میتونیم ازش استفاده کنیم برای برنامه‌ریزی روزامون گوگل کلندر. حالا شاید سوال براتون پیش بیاد که چرا ما نیم از همون مثلا سررسیدهای قدیمی استفاده کنیم برای این ژورنال کردن روزامون و برنامه‌ریزی. ببینید یه سری مشکلاتی هست که ممکنه در روند استفاده از سررسید پیش بیاد. مثلا این سررسید شما ممکنه جا بذارید یا خیلی حملش همه جا براتون قابل دسترس نباشه، همه جا نتونید حملش کنید. پس اولین مشکلی که باهاش داریم اینه که ما همه جا بهش دسترسی نداریم، در صورتی که ما گوگل کلندر رو همه دیگه گوشیامون همه جا همراهمونه و میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. مشکل بعدی که داره ممکنه این سررسید گم بشه و تمام اطلاعاتی که شما توش نوشته بودید همه حذف میشه. یعنی در واقع دیگه باز هم دسترسیتون برای همیشه قطع میشه و اصلا قابل بازیابی نیست. در صورتی که چنین مشکلی رو توی استفاده از گوگل کلندر نداریم و اینا توی اون فضای ابری برای همیشه سیو میشه و حتی شما میتونید به اطلاعات سالها قبلتون هم دسترسی داشته باشید. مورد بعدی که هست، گوگل کلندر قابل سرچه. یعنی شما با یک سرچ کوچیک میتونید به اطلاعات روز خاصی توی مثلا 5 سال گذشته هم دسترسی داشته باشید و به سرعت پیداش کنید، در صورتی که توی تقویم‌های حالا روتینی که بوده ما چنین امکانی رو نداریم و باید اگه خوب اینا رو ارگانایز نکرده باشیم باید کلی تایم بذاریم و اون چیز مد نظر اونو مثلا توی سررسید چند سال پیشمون پیدا کنیم. پس این که قابل سرچ هم یک امکان بسیار خوب هست. و حالا از طرف دیگه شما کلی آپشن اینجا دارید، میتونه بهتون نوتیفیکیشن بده، میتونه ایمیل بده و برنامه روزانه‌تون رو بهتون یادآوری کنه. قبل از هر برنامه‌ای که دارید توی روزتون میتونه بهتون نوتیفیکیشن بده. مثلا شما تنظیم کنید که نیم ساعت، 10 دقیقه، 5 دقیقه، هر چقدر تایم که براش بذارید قبل از اون برنامه‌ای که دارید بهتون نوتیفیکیشن میده و یادآوری میکنه که شما براش آماده بشید و حالا چیزای دیگه. خب حالا میریم وارد حالا وب گوگل کلندر میشیم. شما خیلی ساده وقتی وارد اکانت گوگلتون بشید توی گوگل کروم، از این قسمت که این بالا هست که نوشته گوگل اپس، وقتی روش کلیک کنید اینجا گوگل کلندر میاد و شما به راحتی میتونید از این قسمت دسترسی داشته باشید به گوگل کلندر. خب شما این قسمت میبینید بالای صفحه سمت راست، وقتی شما وارد اکانت گوگلتون شده باشید، گوگل اکانتتون، ایمیلتون رو وارد کرده باشید، وارد شده باشید توی گوگل کروم، یک حالت 9 تا نقطه است که گوگل اپس هست. روش کلیک کنید یه سری چیزا باز میشه و گوگل کلندر هم توی این قسمت شما میبینید. وقتی روش کلیک کنید گوگل کلندرتون روی ویندوز باز میشه.
گوگل کلندر برای گوشی و تبلت هم هست که شما اگر همین بیس کامپیوترش رو یاد بگیرید از طریق ویندوز بتونید استفاده کنید ازش. کار کردن با گوشی و حالا تبلتش دیگه خیلی کاری نداره براتون، اونا خیلی ساده تر از اینا. خب برای وارد شدن به گوگل کلندر کافیه که شما یه وارد حساب جیمیلتون بشید. حالا بهترین مرورگر براش میتونه گوگل کروم باشه. شما وقتی که گوگل کروم رو باز میکنید با یه همچین نمایی روبرو میشید که بالا سمت راست این نقطه نقطه رو مشاهده میکنید که وقتی روش میارید می‌نویسه گوگل اپس. روی گوگل اپس که بزنید یه زبانهایی باز میشه زیرش که گوگل کلندر رو شما میتونید از این قسمت انتخاب کنید. روش که کلیک کنید گوگل کلندری که به اون حساب جیمیلتون وصل هست باز میشه. خب شما حالا میخوایم محیط گوگل کلندر رو بریم با همدیگه بررسی بکنیم و آشنا بشیم به اینکه هر قسمت ازش چه فایده داره. این بالا قسمت سمت راست شما میرید نوشته ویک. وقتی روش کلیک کنید یه سری انتخاب های دیگری هم برای ما میذاره، نوشته دی، ویک، مانت، یر و حالا هر اسکیجولی که خودمون بخوایم براش بذاریم. معمولا این برای این است که شما وقتی یعنی توی صفحه گوگل کلندرتون هستین میخواین چجوری تاریخ رو بهتون نشون بده. آیا مثلا اگه میخوایم به صورت ماهانه نشون بده وقتی روش کلیک کنید میبینید که بلاک های رو به شکل روزهای ماه براتون نشون میده که حالا از ابتدای اون ماه که مثلا اینجا 1 آپریل هست تا انتها براتون میاره. ولی خب من معمولا از همون ویک استفاده میکنم و به طور هفتگی میام بهش سر میزنم، برنامه میریزم و حالا در ادامه کامل توضیح خواهیم داد. پس یکی شد این قسمت ویک. کنارش اگه نگاه کنید یه قسمت ستینگ هست. توی ستینگ روی این چرخنده که بزنید پایینش یه قسمت باز میشه به نام ستینگ. ستینگ رو که روش کلیک کنید یه سری تنظیمات مختلفی میاد که ما حالا با همشون کاری نداریم. همین ابتدا یه قسمتی هست که نوشته language and origin. شما اینجا میتونید زبان آتو گوگل کلندرتون رو مثلا از انگلیسی بذارید فارسی اگر بخواید، ولی خب من ترجیحم همین که هم انگلیسی استفاده کنم و کشورتون از اینجا انتخاب میکنید، فرمتی که میخواین تاریخ رو بهتون نشون بده که حالا مثلا اینجا به صورت ماه، روز، سال هست که به فرمت آمریکاییه. حالا شما میتونید تغییرش بدید، از آپشنایی داره و فرمت تایم هم که میتونید از اینجا تغییر بدید. حالا اینا خیلی چیزای مهم نیستن. قسمت مهمترش وقتی شما ویو آپشن رو که بیاین به خود پایین تر از توی قسمت لنگویج اوريجین ویو آپشنز، اینجا شما میتونید از قسمت استارت ویک آن انتخاب کنید که هفتهتون از چه روزی شروع بشه، چون به طور دیفالت معمولا از دوشنبه یا یک شنبه تقویم های حالا گوگل کلندر شروع میشه، چون حالا اون خارجی ها دیگه روزهای هفتهشون از دوشنبه شروع میشه. اما من اینجا اومدم تنظیمات رو آوردم روی ساتردی که از شنبه شروع بشه و مثل هفته‌های خودمون باشه. کاستوم ویوتون هم گفته چطوری باشه، از اینجا میتونید کاستوم ویوتون رو تعیین کنید که همون 7 روزه من گذاشتم. و الترنیت کلندر هم از اینجا شما میتونید تقویم پرشین رو هم گزینه آخر وقتی روش کلیک کنید انتخاب کنید. حالا این چه تأثیری داره؟ شما وقتی این ستینگ رو میذارید براش، همونطور که میبینید اینجا تو هر روز هفته 2 تا تاریخ آورده، یکی تاریخ پررنگتر و بولد بالا و یک تاریخ هم با فونت نازک زیرش نوشته. اون بالایی تاریخ میلادیه و اون پایینی تاریخ شمسیه و همونطور که اینجا میبینید به خاطر اینکه ستینگ رو روی تقویم ایران پرشین گذاشتیم میبینید نوشته فروردین 1403، بالاش نوشته آپریل 2024. پس عملا ما یک تقویمی داریم که فارسی هم هست، پس اون مشکل لاتین بودنش هم اینجوری حل میکنیم. ببین از قسمت تنظیمات چیزی که به کار ما می اومد همین قسمت ویو آپشنز بود و حالا اون قسمت لنگویج و ریژن که ما با استفاده از ویو آپشن اون تقویم پرشین رو بهش اضافه میکنیم و استارت هم میذاریم از روز شنبه. الان ما چیزی که داریم یه هفته ای است که مثل هفته‌های خودمونه. این قسمت بالا سمت چپ ماها رو اومده نشون داده
که با استفاده از این چپ و راسته میتونید ماهاتون حالا جلو عقب ببرید و پایین ترش هم قسمت مای کلندرز هست. این مای کلندرز یعنی چی؟ یعنی شما توی خود این گوگل کلندر انگاری که میتونید چندین کلندر برای خودتون داشته باشید با اسم‌ها، رنگ‌ها و ستینگ خاص خودشون، برای اینکه کارتون ساده تر بشه. مثل اینه که شما چندین دفتر برای ژورنال کردن دارید، مثلا یک دفتر برای ژورنال کردن کارتون دارید، یکی برای ژورنال کردن وضعیت سلامت جسمیتون دارید، یکی برای وضعیت روحیتون، مثلا یکی برای جابتون، کارتونه، یکی هم مثلا برای وضعیت مالی. حالا این اومده همه این سررسیدایی که ما باید جدا جدا داشته باشیم و آورده در یک پلتفرم، یک جا در اختیار ما قرار داده که اونم همین گوگل کلندر. پس ما میتونیم توی این تقویم‌های مختلفی رو برای خودمون ایجاد کنیم. حالا من بهتون میگم چجوری، ولی خب یه سری تقویم‌های رو من از قبل اینجا ساختم که با هم دیگه میبینیم. این بالاییه که مین کلندره که حالا اون تقویم اصلیه که کارهای خیلی مهم و چیزا مثلا یادآوری خاصی رو مثلا توی این میذارم که حواسم باشه. این مین کلندر به صورت دیفالت روی همه گوگل کلندرها هست و این پایین هم یه تاسک هست که این تاسک هم روی همه گوگل کلندرها در کنار مین کلندر هست. به جز اینا شما میتونید همه اینا رو بیاین اضافه کنید. من حالا این تقویم تست رو که از قبل ساخته بودم براتون ریموو میکنم. میخوام بهتون بگم که چطوری میتونید یک تقویم بسازید. شما در قسمت زیر مای کلندرز یه قسمتی میبینید به نام Other Calendar و یک به علاوه جلوشه. وقتی روی این به علاوه کلیک کنید، گزینه Create New Calendar رو که بزنید، این زبونایی که میبینید باز میشه. خب نیم کلندرتون رو میتونید از اینجا انتخاب کنید. من مجدد اسمش رو میذارم تست. اسم دیسکریپشن میتونید توضیح بنویسید که معمولا ما اینجا چیزی نمینویسیم، ولی مثلا میتونید بنویسید که این تقویم برای مثلا مسافرت ها طراحی شده. یه توضیحی که حالا خودتون مد نظرتون هست میتونید اینجا اضافه کنید و کرییت کلندر رو که بزنید میبینید که این تقویم ساخته میشه و میاد توی لیست تقویماتون قرار میگیره. حالا گزینه بک رو که بزنم دوباره بیاین تو مای کلندر، میبینید این پایین قسمت سبز رنگ براتون تشکیل شده. خب حالا هر تقویمی که میسازیم ما میخوایم زیبایی کارمون بیشتر بشه، میایم توی گوگل آنلاین کالر پالت رو سرچ میکنید و اولین گزینه‌ای که براتون میاره رو انتخاب میکنید. از این سایت ما میتونیم پالت های رنگی مختلفی رو انتخاب کنیم و با استفاده از اونها برای تقویم های مختلفی که میذاریم رنگ های مختلفی بذاریم که از نظر زیبایی بصری برامون جذاب باشه و ما رو خسته نکنه و بسیار هم چیزای جالبی در میاد. از طرف ما میتونیم بلوک های مختلف اون تقویم رو با توجه به اون چرخ زندگی، یعنی اون 9 قسمت، جدا کنیم با استفاده از این رنگ‌ها تا حواسمون باشه که روی هر کدوم داریم توی هفتهمون چقدر وقت میذاریم. خب اکسپلور رو که بزنید این صفحه رو باز میکنه که تو اون پالت‌های رنگی مختلف در تعداد مختلفی آورده شده. مثلا پالت‌های 5 رنگی رو میبینید و همونجور پایین که بیاین طیف رنگیشون بیشتر میشه. حالا مثلا فرض کنید که ما اگه این پالت رو انتخاب کرده باشیم و بخوایم مثلا از این رنگ برای تقویم استفاده کنیم، کافیه روش کلیک کنیم که می‌بینید مینویسه کالر کپی. اینجا کد رنگی اون رنگ کپی میشه و حالا ما برمیگردیم به گوگل کلندر. روی اون کلندری که ساختیم، این که اینجا اسمش تست بود، اگه بیاید 3 نقطه رو که بزنید میبینید که اینجا رنگ مختلف آورده، زیرش به علاوه است. این به علاوه رو که بزنید میتونید شما رنگ خاص خودتون رو اضافه کنید. از این قسمت شما اون کد رنگی که کپی کردید رو پیست میکنید و بعد سیو میکنید. همونطور که الان دیدید الان این رنگ تقویم تست ما به اون رنگ صورتی در اومد که ما براش انتخاب کردیم. خب
از این به بعد من توی این تقویم هر ایونتی جدیدی بسازم، ایونت یعنی همون بلوک های تایمیه که ما توش میخوایم یه کار خاصی انجام بدیم، یک برنامه خاصی برای اون بلوک داریم. هر ایونتی که بسازید میبینید که به رنگ همون صورتی در میاد. خب دیگه چه گزینه‌هایی داره توی این قسمت 3 نقطه روش کلیک کنید میبینید که دیسپلی دیس اونلی داره. شما وقتی اینو بزنید بقیه تقویم‌ها رو از صفحه گوگل کلندرتون حذف میکنه، نمیاره و فقط همین تقویم براتون باز میکنه. و این قسمت هم هاید هست که شما اگه بخواید این تقویم رو هایدش کنید از این قسمت دارید. و یه قسمت ستینگ اند شیرینگ داره. روی ستینگ اند شیرینگ که کلیک میکنید تنظیمات این تقویم باز میشه. وقتی شما از این قسمت وارد ستینگ این تقویم میشید، هر تغییری رو که اعمال کنید بعد از اون ویژگیاش برای تمام بلوک های تایمی که از طریق این تقویم برای خودتون میسازید اعمال میشه. خوبیش چیه؟ اینه که دیگه شما هر موقع یک بلوک جدید میسازید نیاز نیست بیاین تغییرات جدیدی براش اعمال کنید. میتونید یه سری نوتیفیکیشن های خاصی رو براش همینجا ست کنید و اون به طور خودکار از اون به بعد روی اون بلوک های تایمی که توی این تقویمتون ایجاد میکنید خودش ست میشه و دیگه نیاز نیست هر نوبت بیاین براش ست کنید که مثلا آقا 10 دقیقه قبل از این ایونت به من نوتیفیکیشن بده یا مثلا برنامه روزانه این تقویم رو برام ایمیل کن. یک بار که از این قسمت ستینگش رو ست کنید براتون کار رو در میاره. ستینگ که باز میشه دوباره میبینید که قسمت نیم و دیسکریپشن رو میاره که ما باش کاری نداریم. چیزی که ما برامون مهمه توی این قسمت نوتیفیکیشن هست. اینجا یه ایونت نوتیفیکیشن داریم و یک all day event notifications. ایونت نوتیفیکیشن همون بلوک های تایمی هستن که مشخصا ما میگیم توی مثلا شنبه 31 از ساعت 4 تا 5 برام فلان برنامه رو بذار. این میشه ایونت نوتیفیکیشن. ولی یک وقتا یه سری تسک ها هست که تایم خاصی تو روز نداره. مثلا باید یه کار خاصی رو انجام بدید که توی هر تایمی از روز میتونید انجامش بدید. مثلا رزرو یک چیز خاصی، شما اون کار رو حتما نیاز نیست، مثلا خرید یک چیز خاصی از یک سایت خاص، شما حتما نیاز نیست که در مثلا ساعت 4 تا 5 برید اون خرید انجام بدید. هر تایمی از اون روز که انجامش بدید اون کارتون انجام میشه. پس برای چنین مواردی که نیاز به بلوک تایمی خاصی نداره ما آل دی ایونت میتونیم بذاریم. برای حالا هم ایونت و هم آل دی ایونت از قسمت ستینگ اون تقویمتون میتونید نوتیفیکیشن اعمال کنید. تا 5 تا نوتیفیکیشن میتونید برای هر ایونت بذارید. همونطور که میبینید من رو اد نوتیفیکیشن بزنم تا 5 تا به من اجازه میده که اضافه کنم. حالا اگر از این گزینه اول بخواید استفاده کنید روش که کلیک بکنید میبینید که یک ایمیل هم باز میشه. یعنی میتونه به شما ایمیل بده، میتونه نوتیفیکیشن بده. بستگی داره که شما چی رو اینجا انتخاب میکنید. اگر ایمیل رو انتخاب کنید که با توجه به این مثلا مورد اولی که تنظیم شده 10 دقیقه قبل از اون ایونتتون بهتون ایمیل میده که حالا تایم این رو هم میتونید از اینجا کم و زیاد کنید یا حتی از روی مثلا دقیقه خارجش کنید بیاید روی ساعت، روز یا هفته. به عنوان مثال من اگه اینو بذارم روی روز، 10 روز قبل از اون ایونت خاص که تو این تقویم ایجاد میشه به من ایمیل میده. حالا اگر روی نوتیفیکیشن گذاشته باشم مثلا طبق این 10 دقیقه قبل از اون ایونت خاص به من نوتیفیکیشن میده. حالا اگر ویندوزتون باز باشه از طریق ویندوز بهتون نوتیفیکیشن میده، توی گوشی هم بهتون نوتیفیکیشن میده، توی تبلتتون هم بهتون نوتیفیکیشن میده. پس خوبیش اینه که توی تمام پلتفرماتون این کار بهتون یادآوری میشه و توی هر زمان و هر جایی که باشید شما رو میبینید. مجددا برای قسمت خود نوتیفیکیشن هم میتونید شما این الگوش رو عوض کنید، به صورت ساعت، روز یا هفته در بیارید و از این جا هم مثلا اونو ساعت، روز، هفته رو تغییر بدید که چقدر قبلش باشه تایمش. و برای آل نوتیفیکیشن هم همین شرایط یکسان هست، ولی تفاوتش اینه که اینجا همونطور که می‌بینید ما تا 5 تا نوتیفیکیشن مجددا میتونیم ایجاد کنیم، میتونیم ایمیل هم بذاریمش، ولی چون آل دی نوتیفیکیشن ما ساعت خاصی نداره، یعنی ایونتمون مثلا رأس ساعت 4 نیست، اینجا میگه آقا ترجیحت اینه که چه ساعتی از روز
مثلا آقا یه روز قبل من چه ساعتی بهت خبر بدم. مثلا طبق این گزینه میبینید که یک روز قبل از ساعت 9 صبح به من نوتیفیکیشن بده. حالا میتونیم تغییر بدیم، بگیم که آقا مثلا ساعت 12 ظهر به من نوتیفیکیشن بده، یا مثلا میتونیم بگیم که آقا روز قبلش ساعت 2 بعد از ظهر به من نوتیفیکیشن بده. و حالا تفاوت دیگری هم all day notification داره، یک روز میتونی انتخاب کنی و هفته. اینجا دیگه دقیقه و ساعت نداره، چون که ما بلوک تایمی مشخصی نداریم که رأسه یا تایم خاصی. پس این هم از تفاوت all day notification و event notification. یه تنظیمات خیلی مهم دیگه هم اینجا هست. توی other notification که برید، این پایین daily agenda رو میبینید. حالا این daily agenda کارش چیه؟ اگه این دیلی ایجندا رو از این قسمت بیاید فعال کنید و روی ایمیل بذاریدش، هر روز به شما یه ایمیل میده و برنامه اون تقویم رو بهتون یادآوری میکنه. یعنی اگر مثلا توی این تقویم تستمون ما یه ایونت یا آل دی ایونت خاصی گذاشته باشیم، صبح اون روز به ما یه ایمیل میده که توی اون برنامه روزانه ما توی اون آل دی ایونتمون توی اون تقویم تستمون هست. پس این هم خیلی چیز خوبیه که روی بعضی از تقویماتون مثل اون تقویم اصلیتون مین کلندرتون اعمالش کنید تا بهتون یادآوری کنه برنامه روزتون رو.